بیا بهت یاد بدم چجوری توی مایداس با SD کارت رکورد کنیم. ببین خیلی ساده است، فقط کافیه وارد منوی ستاپ بشی، بیا روی قسمت کارت، از اینجا میام منوی پایینی و تنظیمات رو چک میکنیم. روی SD کارت برای مثال شماره 1 باشه، 8 تا 16 تا یا 32 تا کانال رو رکورد کنیم، حالتمون رو روی رکورد میذاریم و SD کارت باشه یا USB تعیین میکنیم. این قسمت هم مربوط به USB اینترفیسه. بعد از اینها میریم سراغ روتینگ. بعد وارد منوی روتینگ میشیم و میام روی قسمت کارت. از اینجا قرار مشخص کنیم که چه چیزهایی رو برای ما رکورد کنه. من اینجا قسمت اول رو روی لوکال 1 تا 8 گذاشتم، دومی رو تا 9 تا 16 و بقیه رو همونطور که مشاهده میکنیم. حالا بریم با هم دیگه یک رکورد بگیریم. برگردیم روی قسمت ستاپ، وارد منوی بالایی میشیم و حالا میتونیم رکوردمون رو شروع کنیم. 1 2 3 1 2 3 2